آقایون خانوما سلام عرض میکنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز خدمت رسیدم که یه بحثی داشته باشیم در رابطه با این موضوع روشنفکرها و نخبگان جامعهمون. یه انتقاد اساسی از اینا داشته باشیم. ببینید، یه واقعیتی که این روزا تو جامعه وجود داره ایه که یه سری روشنفکر رو به اصطلاح دانشگاهی و کسایی که خودشونو متفاوت میدونن از عامه جامعه و فکر میکنن روشنفکر و نخبه هستن، میان میشینن جلوی دوربین تلویزیون یا این رسانه‌های مختلف، میشینن اظهار نظر میکنن با توجه به این فضای بازی که تو جامعه ایجاد شده مدتی هست و هر کی دیگه هر چی دهنش میرسه میگه، کسی هم کاری باهاش نداره. اینا هم اومدن دارن یه ارزندامی میکنن، در صورتی که این یه حرکت خیلی احمقانه و باید واقعا به اینا یه چی گفت. ببینید دوستان، این آدمایی که خودشون نخبه و تحصیل کرده نشون میدن بعضن و میان میشینن جلوی دوربین برای من و شما قصه میخونن، اینا خیلی هاشون به خاطر بغض و کینه‌ای که از حکومت دارن، به خاطر حالا مشکلاتی که با حکومت داشتن، حالا یا زندانی شدن یا دادگاهی شدن یا گرفتنشون، یا حالا بعضیاشون میگن شکنجمون کردن، حالا هر کدوم از اینا که باشه، به خاطر او بغض و کینه‌ای که دارن نسبت به حکومت نمیان واقعیت‌های دنیا و جامعه رو به من شما بگن. فقط به دنبال این هستن که بغض و کینه خودشون رو خالی بکنن. فقط به دنبال انتقام هستن. حالا طرف نمیاد بگی که آقا چرا منی گرفتن؟ چرا من زندانی کردن؟ چرا من مثلا تهدید کردن یا دستگیر کردن؟ خب بابا جون، تو وقتی میای روز روشن میشینی جلوی تلویزیون، از بالا تا پایین حکومت بد و بیرا میگی و آخرش هم وقتی بررسی میکنی میبینی که هیچی ته حرفت نیست و آخر اولش این یه بغض و کینه شخصیه، در صورتی که ظاهرش میخوای جوری جلوه بده که یعنی به فکر مردم هستی و دلت برای مردم میسوزه. خب میخوای کسی به چیز نگه؟ والا به خدا خوب مملکتی داریم. شما هر جای دنیا بیای حرفا رو بزنی چوب تو آستینت میکنن. حالا تو جای دیگه هم نکنن، تو آستینت حتما میکنن. هر حرفی رو که نمیشه زد اومد توی جو عمومی و فضای عمومی داد به خورد مردم. که ما به اسم آزادی و به اسم آزادی بیان و به اسم چیا میایم هر معذرت میخوام غلطی میخوایم میکنیم، هر گوی از دهنمون در میاد میریزیم بیرون، بعد اسمش هم میذاریم آزادی بیان، میذاریم چیا. کجای دنیا شما میتونی پیدا کنی که کسی بتونه بیاد به این راحتی حرفا رو بزنه؟ رهبر و رئیس جمهور و هر کی رسیده فحش و بد و بیرا میده و به باد انتقاد میگیره. به خدا خیلی خوبه، به خدا مملکت خوبیه. هیچ جای دنیا به شما اجازه نمیدن همچی کاری بکنی. این به اصطلاح روشنفکرها و به اصطلاح نخبگان، خیلی اوقات اینا میان همکاسه میشن با براندازا و اپوزیسیون، با کسایی که دشمن این حکومتن، دشمن این مردمن، دشمن این مملکتن. میان میرن آب تو آسیاب و اونا میریزن، حرفایی میزنن که اونا میگن، حرفای اونا رو تکرار میکنن، حرفایی میزنن که اونا خوششون میاد. خب بابا جون، اون اپوزیسیونی که اونور آب نشسته جاش گرم و نرم شعار میده، یه روز جای شما بوده که بیاد سختی بکشه، بیاد مشقات و مسائل جامعه و کشور و اقتصاد و همه اینا رو تحمل بکنه؟
اونجا شکمش سیره، نشسته برای خودش روزه میخونه. خب اگه راست میگی پاشو بیا اینجا 2 روز زندگی کن ببینم میتونی با مشکلات کنار بیای، ببینم میتونی جای ما باشی. نه، نشستی اونجا فقط زر میزنی، چون که دنبال این نیستی که مشکلات مردم حل شه، دنبال این هستی که فردا اگه حکومت عوض شد یه اسمی از خودت در کرده باشی، بیا یه قدرتی اینجا به دست بگیری بتازونی و پاتو بگذاری رو خرخره این مردمی که به اصطلاح الان داری ازشون دفاع میکنی. نه، این مملکت تو اگه مشکل داره، اگه سختی داره، هر چی که داره مال مردم تو مملکته، مال شماها نیست. شما اونجا نشستید سنگ این مردم رو مثلا به سینه میزنید، به خدا قسم ککتون هم نمیگزه، حاضر نیستید یه روز مشکلات این جامعه و این مردم رو تحمل کنید. اگه میکردید که ول نمیکردید برید از اینجا. پس چیزی که هست، نشینید بیرون گود بگید لنگش کو، شما فقط ادعاشو دارید. بعد این نخبه‌هایی که میان جلوی تلویزیون و دوربین و اینا حرف میزنن، من حرفای هر کدومشونو گوش میدم، یه استراتژی مشخص و یک منطقی برای آینده ایران و برای کشور ندارن. فقط و فقط هر کاری که این حکومتو میکنه باهاش مخالفت میکنن. حالا اگه کار خوب باشه بد از نظر اینا، کار بد باشه بازم بد از نظر اینا، هر کاری که او حکومت بکنه اینا خلافشی میان حرف میزنن. حتی اگه کار خوبم بکنه اینا یه جوری صحبت میکنن که او کارو بد جلوه داده بشه. خب همچی کسایی با این طرز فکر، با این منطق میخوان بیان آینده مملکت ما رو بسازن، میخوان بیان دردی از درد جامعه ما دوا بکنن. یک کم عقل داشته باشید، یک کم فکر داشته باشید مردم، یک کم توجه بکنید. شما که میشینید پای صحبت اینا و از اینا حمایت میکنید و میایید با این اپوزیسیون و با این کانالای برانداز و با اینا همکاری میکنید، یک کم فکر بکنید. آخه اینا چطوری میتونه دلشون برای شما بسوزه؟ اینا همه سنگ خودشونو دارن به سینه میزنن. همین آدما اگه فردا تو همین حکومت یه پست و مقام بالایی بهشون بدن، ریش میذارن، یقشون هم میبندن، میان وای میسن اینجا، بعد از اونوریا میگن. اینا یه همچین شخصیت هن، یه همچین تیپ هن. حالا بگذاریم از تک و توک انگشت شمار یه سری آدمایی که حالا دنبال منافع دنیوی و مالی و این چیزا نیستن و هرچی میگن از رو دلسوزی و این چیزا هست. اونا یه عده خیلی کمی، 4 تا انگشت دستت هم نمیشن. ولی اکثریت اینا فقط دارن میخوان اسم در کنن، فقط میان که حرف بزنن در مخالفت با این حکومت و با هر حرکت خوب و بدی که انجام شده. حرفایی میزنن که مردم خوششون میاد، حرفایی میزنن که عموم مردم به دلشون میشینه، چون که مردم مشکلات دارن، با گرفتاری یا سرکله میزنن هر روز، حسابی فشار رو مردم از اقتصادی و اجتماعی و همه جوره. دنبال یه فراری هستن، دنبال یه راه فراری هستن، دنبال یه جایی هستن که یه تنفسی بکنن. اینا هم دقیقاً دست گذاشتن رو همون نقطه و میان یه جوری حرف میزنن که دل شما رو میبرن و شما هم فکر میکنید وای 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 اینا ناجی ما هستن. اینا همینایی هستن که برای ترامپ فرش قرمز پهن کرده بودن، میگفتن ای بیاد نجاتمون میده، مملکت نجات میده. ترامپ مملکت خودش داره به گو میکشه با این کارایی که مدت کرده، بعد میخواد بیاد مملکت ما رو نجات بده. اون فکر مملکت ماست، اون فکر من و شما، اون فقط فکر خودشه، گروه خودشه، حزب خودشه. کی گفته که ترامپ میاد و ناجی ما میشه؟ کی گفته نتانیاهو میاد و ناجی ما میشه؟ اینا همشون دنبال نابودی من و شما هستن. اینا فقط فکر منافع خودشونن، حاضرن مملکت و کشور ما به هر سوی کشیده بشه، هر اتفاقی توش بیفته، مردم همدیگر رو تکه پاره بکنن
که منافع اونا تأمین بشه. مگه چیزی غیر ازی بوده تا حالا؟ ازی به بعد هم همیه. متاسفانه نخبگان و این روشنفکران فکر میکنن که با آب تو آسیاب اینا ریختن کاری برای مردم کردن، کاری برای جامعه کردن، در صورتی که نتیجه این حرفا و نتیجه این صحبتا اگه حواسمون نباشه، اگه دقت نکنیم، اگه توجه نداشته باشیم به مسائل واقعیات دنیا و اینکه پشت پرده چی میگذره و اونوریا دنبال چی هستن توی مملکت، مملکتمون نابود میشه، جامعهمون نابود میشه، کشورمون سالها عقب گرد میکنه. یعنی همون اشتباهی که زمان قبل انقلاب اتفاق افتاد و به جایی که مردم بیان بخوان حکومت اصلاح کنن، فشار بیارن که حکومت اصلاح بشه، خود آیت الله خمینی هم گفته بود که، یعنی به شاه بارها گفته بود که بیا این اشتباهاتتو برطرف کن، این مسائل حل بکن. از ابتدا که دنبال تغییر حکومت نبود کسی که. اگر اون فشارها ادامه پیدا میکرد، مردم تو او سمت میرفتن و فشار میآوردن که مشکلات و کمبودها و معضلات اون موقع برطرف بشه، خب هیچ وقت این انقلاب ایجاد نمیشد که این همه خسران و این همه مصیبت برای این مملکت رو داشته باشه. که میتونستیم همون روند رو اصلاح کنیم و بدونی که این همه فشار و جنگ و دردسر و مصیبت سر این مملکت رو بیاد، بتونیم جامعه بهتری داشته باشیم. حالا و اتفاق افتاد، تموم شد رفت، ولی همون کارهایی که روشنفکرها اون زمان کردن با این مردم و اومدن حقایق وارونه جلوه دادن و اومدن یه جوری عمل کردن که مملکت رو عقب رفت، هزاران ضرر و هزاران مصیبت سرش اومد. الان هم دوباره روشنفکرای امروزی دارن همون اشتباها رو تکرار میکنن و دارن دوباره مردم و جامعه رو توی مسیری میندازن که دوباره بیان دست به یه انقلاب و یه حرکت احمقانه دیگه بزنن. همین یه ذره امنیتی هم که وجود داره از دست بدن، مملکت بشه میدون جنگ، مملکت بشه تجزیه و اونایی که بیرون نشستن به اهداف شومشون برسن. خلاصه دارم بهتون میگم حواستون جمع باشه، احمق نشید، دقت بکنید، بدونید که چی داره تو دنیا میگذره. کسی دلش برای شما نسوخته. بیایید توجه بکنید، بیایید درک بکنید، ببینید واقعیت چیه، نه 4 تا حرف قشنگ ای و او که خودشونو نخبه و روشنفکر جا میزنن دلتون رو قش ببر و بیایید وا بدید همه چی رو. امیدوارم که به خودتون بیایید و حواستون باشه و دقت بکنید. این کانال رو هم سابسکرایب کنید و این انتقادا به دردتون میخوره و برای دوستانتون هم بفرستید. من سعی میکنم که چشمونو باز بکنیم و بتونیم آینده و شرایط بهتری برای کشورمون رقم بزنیم. با امید خدا تا برنامه بعدی.